روزی 24 نوامبر خبرگزاری اسوسییتد پرس نوارها از شهرهای شیراز و کرمان ایران را نشر نمود که در آن تعقیب اعتراضگران به چشم می‌خورد. طبق اطلاع رسانه‌های ایرانی نزدیکی 180 اشتراکچی اعتراضهای ضد حکومتی در ایران بازداشت و حبس شدند. رسانه‌ها از بازداشت شده‌ها رهبران اعتراضهای ضد حکومتی نام می‌برند. بازداشت شده‌ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش‌زنی و دعوت‌های غیرقانونی توسط اینترنت عیبدار می‌شوند. اعتراضهای عمومی در ایران میانه‌های ماه نوامبر شروع شد. در ابتدا مردم از بالاروی قیمت بنزین اعتراض داشتند، اما بعد اعتراضها به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. حکومت ایران دشمنان خارجی به شمول امریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و عنصرهای جنایی را عامل‌های تظاهرات و ناآرامی‌ها در ایران نامید. بعد سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان‌های ناظر گفتند در 2 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان‌های حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است.